أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران عزیز. امروز یک خواهر ما یک سوال ارسال کرد که درباره که شوهرش زنا کرده این چی گناه، مثلا چی حالت داره این اویله که مثلا مرد در این اویله زنا میکنه. ما باید فراموش نکنیم که حدیث حبیب خدا علیه السلام که یک شخص پیش حبیب خدا آمد علیه السلام اقرار کرد که زنا کردم. حبیب خدا علیه السلام وقتی که آدم میگه من زنا کردم روش اوس میکردن روشون اسم میکردن، وقتی 4 بار اقرار کرد حبیب خدا پرسید تو مجنونی؟ که شخص گفت نه. بعد این حبیب خدا گفت علیه السلام ایرا برین سانگشور کنی. آدمی که زنا میکنه و زن داره، مردی که زنا میکنه و زن داره، حکم شریعت که چیه؟ سانگشور میکنه تو مردنش. این گناه وزبینه، گناه کبیره. مردم ما باید احتیاط کنیم. در این دنیا غیر ای پیغمبرا دیگه آدم هم گناهگارن. یکی بهترین گناهگارش کیه؟ آدمی که بعد گناه توبه میکنه، توبه و نظامت میکنه، گریه میکنه، خدا میبخشه. خدا رحمان و رحیمه. ما باید یکم باید فراموش نکنیم که وقتی که خمون گناه میکنیم توبه و نظامت کنیم و هیچ کار باید درباره گناه کردگی ما گم نزنیم. وقتی که زنمون زنا میکنه باید سیومکه کرده در یوتیوب باید نپرتویم، برای که ما این زن که گناه کرد این زن ممکنه که توبه کنه به خدا بر بگرده، نه که وقتی که ما سیومکه میکنیم و در یوتیوب میپرتویمش همه شخصا میبیننش ما ایرا چیکار کردگی، ما ایرا شرمنده کردیم. پگه روزی قیامت ما باید برادر تو باید بترسی که پگه روزی قیامت خدای تو را برای گناهی کردگی تو پیش همه مردم چیکار میکنه؟ شرمنده میکنه. خیلی قصه ها زیادن، خیلی نقل بسیار درباره این نقلان که ما باید چیکار کنیم؟ باید فراموش نکنیم که این گناه وزبینه. این گناه یک گناه هست که مثلا این شان و شرف ما را پس میکنه، این آن دنیای ما را چیکار میکنه؟ خراب میکنه. خدا همه ما را نگاه داره، این آن دنیا رو بخیر بگردونه. آمین یا رب.